تولی‌نامه چیست؟ برای چی به آن مردم توجه ظاهر میکنند؟ تا کدام اندازه به آن مردم باوری دارند؟ تولی‌نامه یا که فالنامه آینده را پیشگویی میکند. مخفی نیست که هر یک شخص میخواد آینده اش را فهمد یا که در بابت روز آینده معلومات پیدا نماید. آیدی این مسئله از مردم پرسان شدیم که آیا به تولی‌نامه باور میکنند؟ اگر باور کنند چرا؟ همه فرمیشه هر خیلی دیگه چه میفهمد همه باور میکنن لیست من خودم باور نمیکنم همه دروغ میگه دروغ من باور نمیکنم البته باور میکنم البته با تولی‌نامه اکنون فکری هر کس هر خیلی است. من بعضی وقت برای که در نظرم درست میبرد 100% باور нamiکنам لیکن не так уж верю иногда получается иногда нет поэтому когда как من خودم باور نمیکنم و نمیدونم چرا. در تولی‌نامه 12 برج ها عمل میکنند. از برج حمل آغاز می شود و با حوت انجام می یابد. هر یک برج از رؤسای معین عبارت است. هر یک شخص برج خودش را دارد. متخصصان ابراز نمودند که مردم از قدیمه به تولی‌نامه باور میکردند. تولی‌نامه به حالت روحانی انسان نیز تاثیر میرساند. یک سال یعنی 365 شبانه روز از 12 برج زودیاکی میگذرد. یعنی هر ماه در یک برج زودیاکی مهمان شده میگذرد. فقط از روز اعتدال بهاری سر می شود. مثلا از برج حمل سر می شود. از 20-21 ماه مارت سر می شود تا 20-21 ماه اپریل. باز مای، باز ایون، باز ایول، اوگوست، سپتامبر، اکتبر، نوامبر، دکامبر، ژانویه، فوریه، مارت 21 به آخر می رسد. این سیکل دوره گردش آن باز روزی نو سر می شود. متخصصان قید نمودند که از جهت علم تنها 10% تولی‌نامه راست است. برای آنکه در دنیا همه چی از یکدیگر وابسته است، قسم دیگری آن علاقه شاید توکل باشد. زیرا در دنیا زیاده از 7.5 میلیارد نفر آدمان زندگی میکنند، اما برج ها تنها 12 تااند. از این سبب نه هر یک تولی‌نامه به یک نفر بخشیده شده است. حالا تولی‌نامه را شخصانی کلانسال، جوانان، نورسان و حتی کودکان نیز میخوانند. تمام جسم‌های عالم به تأثیر یکدیگر وجود داشته نمیتوانند. از همین نقطه نظر آنها همه آن حالنامه ها را فالنامه ها را میسازند. البته چیزی که من گفتم 10%ش به من باور میکنم. 10%ش انیق علمی طبیعت است. بعضی از شخصان به تولی‌نامه خیلی باور میکنند، اما نه همه وقت گفتی تولی‌نامه راست میآید، زیرا آن نه تنها به یک نفر روانه شده است. از این خلاصه برمیآید که تولی‌نامه از جهت علم تنها 10% راست میآید. گزارش مهرانگیز عبدالحد و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی